سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چجوری میتونیم شانس گرفتن پذیرش فول فاند رو افزایش بدیم. من میام توی 3 قسمت مختلف دسته‌بندی میکنم که چه کارهایی رو، چه چیزهایی مهم هست برای کمیته برای دادن پذیرش به شما و چه کارهایی شما باید بکنید برای اینکه توی این قسمت ها بتونید جبران کنید اگر کاستی دارید و در نهایت بتونید شانس گرفتن پذیرشتون رو افزایش بدید. خب دوستان، من فرشید هستم، قراره به همراه همسرم الهه کلی از تجربیات مفیدمون رو توی این کانال قرار بدیم. اگه با کانال ما برای اولین باره که روبرو میشید میتونید محتویات کانال ما رو بررسی بکنید. اگر حس کردید به درتون میخوره خوشحال میشیم سابسکرایب کنید تا به مطالبمون دسترسی داشته باشید و از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر باشید. پس بدون فوت وقت بریم سراغ این مطلب، چجوری شانس گرفتن پذیرش فول فاندمون رو افزایش بدیم. خب دوستان، کمیته‌ای که قرار هست اپلیکیشن شما رو بررسی بکنه برای اینکه به شما پذیرش بده، در بخش اول بک‌گراند تحصیلی شما مهم هست. بک‌گراند تحصیلی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا چه می‌دونم رشته فلان خوندید، این پذیرش رشته فلان هست یا روی یک پوزیشن خاص هست. آیا شما تغییر رشته دارید، یه چیزی مثل تغییر رشته، یا اینکه اون به قول معروف پیشینه مطالعاتی شما یکسان هست. اگر شما بک‌گراند تحصیلیتون با این پوزیشنی که وجود داره یکی باشه، خب شانس گرفتن پذیرشتون بیشتره. اما معمولا میبینید توی اپلیکیشن های مختلف، توی پوزیشن های مختلف که میگه که آقا مثلا برای این پوزیشن از رشته فلان 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 ما دعوت میکنیم که به قول معروف اپلای بکنن. یعنی صرفا مثلا اون پوزیشنه دانشجوی برق نمیگیره، ممکن است دانشجوی رشته‌های دیگه هم بگیره. اون بک‌گراند مهمه که کاری که اون شما بلدید و انجام میدید و اون کاری که اون پوزیشن میخواد میخوره بهتون یا نه. و اینکه گپ تحصیلی هست یا نه. مثلا شما 5 سال پیش فارغ التحصیل شدید، فلان رشته رو خوندید، الان 5 سال فاصله گرفتید، خب طبیعتاً فاصله گرفتید و اون چیزی هم که یاد گرفته بودید یادتون رفته. پس این میشه بک‌گراند تحصیلیتون که مهمه و بررسی میشه. اگر بک‌گراند تحصیلیتون نقطه منفیتون هست، یعنی اینکه گپ دارید یا یه چیزی مثل تغییر رشته هستید، شما حتما باید استاد پیدا بکنید. حتما که نه، یعنی برای جبرانش پیشنهاد من این است که باید با یه استادی صحبت بکنید و با استادهای اون دپارتمان مکاتبه بکنید، استاد پیدا بکنید یا کسایی که توی اون کمیته هستن، توی اون دپارتمان هستن صحبت بکنید و به قول معروف مخ اونها رو بزنید و بگید که آقا مثلا شما قراره این کار رو انجام بدید، حالا چه مصاحبه‌ای باشه یا با مکاتبه ایمیلی، توی این پروژه خاص شما همچین کاری رو قرار انجام بدید و من با توجه به توانایی که دارم و با بک‌گراندی که دارم، دانشی که دارم، میتونم اون کار رو برای شما انجام بدم. بنابراین پیدا کردن استاد، اگر بک‌گراندتون نقطه مثبتی نیست توی پرونده‌تون، میتونه اون رو پوشش بده. بحث دوم بحث رزومتون هست. توی رزومه ممکنه بحث حالا چه می‌دونم دوره‌های خاصی شرکت کردید، گواهی‌هایی گرفتید، کارآموزی رفتید، پروژه‌های خاصی انجام دادید. ارزم به حضور مقاله رو میتونید توی قالب رزومه بگنجونید. شما رزومتون حالا مهمه. رزومه برخلاف بک‌گراند تحصیلیتون دست خودتونه و همین الان میتونید ایمپرووش کنید. شما اگه گپ افتاده، اگه نمیدونم رشته‌تون چیز دیگه بوده، دیگه نمیتونید تغییرش بدید. اما رزومتون این دست خودتونه. شما همین الان میتونید یه دوره خاصی برید که مرتبط باشه با چه میدونم مثلا فلان موضوع تحقیقاتی. شما میتونید روی مقاله‌ای کار کنید یا ریسرچ انجام بدید همین الان که مرتبط باشه با یک پوزیشن خاص. بنابراین رزومه چیزی که دست خودتونه. اگر رزومتون قوی نیست، این دست خودتونه و میتونید اونو ارتقا بدید. بنابراین بعد از بک‌گراند رزومتون مهمه. رزومتون رو سعی کنید آپدیت نگه دارید، به روز باشه و هی ارتقاش بدید. این از این. بحث سوم بحث اپلیکیشن هست. اپلیکیشنی که شما پر میکنید برای اون دانشگاه، باز اون شامل میتونه نمره زبانتون باشه، ریکام هایی که استادها به شما میدن، SOP که می‌نویسید برای اون دانشگاه و حالا اون اپلیکیشنی که شما پر میکنید. اینجا باز دوباره
این اپلیکیشنتون دوباره بررسی میشه و چیزایی که توش هست. مثلا توصیه نامتون مهم هست که اسپسیفیک برای شما نوشته شده باشه. مثلا استادها نوشتن، کسی که به شما توصیه نامه داده یا ریکامندیشن لتر داده، مثلا نوشته که فلانی دانشجوی خوبیه به این دلایل به این دلایل. اگر اسم شما رو بردارن یه اسم دیگه ای بنویسن، آیا اون ریکام برای شخص دیگه هم کاربرد داره؟ خب اگه کاربرد داشت خیلی اسپسیفیک برای شما نیست. حتی دیده شده مثلا یکی مثلا مذکره، اون ریکامی که نوشته شده توش نوشته شده مثلا برای هر مثلا، یعنی اینکه این ریکام مال یکی دیگه بوده، من فقط اومدم اسمش عوض کردم. میدونید چی دارم میگم؟ یعنی ریکامتون مهمه و کلا اون اپلیکیشنتون مهمه که مثلا SOP توش هست، این بحث ریکام هست و این باید قوی باشه. اپلیکیشنتون باید قوی باشه تا جای ممکن. و نکته ای که هست، شما خب شاید در نگاه اول یا اولین باری که اپلای میکنید خیلی آشنا نباشید با این موضوعات، ندونید چی به چیه، اما با تعداد اپلای زیاد، یعنی هر چی پوزیشن بیشتر پیدا کنید، جای مختلف بیشتر اپلای بکنید، شما میتونید اپلیکیشنتون رو قوی تر بکنید، ریکامتون رو ریکام‌های قوی تری پیدا بکنید، چه میدونم SOP های بهتری بنویسید. بنابراین شما میتونید بحث اپلیکیشنتون رو با تعداد زیاد اپلای به قول معروف ایمپروو بکنید. به طور خلاصه اگه بخوام بگم، بک‌گراند تحصیلیتون رو شما با پیدا کردن استاد، رزومتون رو میتونید خودتون ارتقا بدید و اپلیکیشنتون و چیزهای مرتبط به اون رو با تعداد اپلای زیاد میتونید ارتقا بدید. یعنی اگر شما یه بک‌گراند قوی داشته باشید، رزومه قوی داشته باشید و اپلیکیشنتون رو خوب به قول معروف نوشته باشید و سابمیت کنید، متریالی که میخوان خوب به قول معروف نوشته باشید، شانس گرفتن پذیرشتون بیشتر میشه. حالا اگه بک‌گراندتون یه جوری به اون اپلیکیشن نمیخوره، استادی داشته باشید که به شما اوکی بده، باز رزومتون قوی باشه و اپلیکیشنتون رو خوب نوشته باشید، دوباره میتونید پذیرش بگیرید. حالا جایگشتاش خودتون میتونید بررسی کنید دیگه. اگر استاد بهتون اوکی بده ولی رزومتون خوب نباشه و اپلیکیشنتون خوب باشه، باز شما ممکنه پذیرش رو نگیرید. پس رزومتون رو باید ارتقا بدید. رزومه هم که گفتم دست خودتون نمیتونید ارتقاش بدید. یا یه استادی به شما گفته باشه آقا اپلای کن، رزومتون خوب باشه، اپلیکیشنتون رو خوب ننوشته باشید، ریکام نتونید بگیرید، چه میدونم، باز دوباره شانستون ممکنه بیاد پایین‌تر. بنابراین خلاصه اینایی که گفتم، بهترین حالت اینه که شما یه استادی به شما اوکی بده و بک‌گراندتون اوکی باشه، رزومتون قوی باشه و تعداد زیادی اپلای کنید. خروجی این میتونم بگم با احتمال بسیار بسیار زیاد پذیرش فول فاند خواهد گرفت. حالا هر کدوم از این بخشا نباشه رو باید جبران بکنید و انشالله حتما بتونید پذیرش فول فاند رو بگیرید. خب امیدوارم که نکاتی که توی این ویدیو بحث شد به درتون خورده باشه و یه دیدی بهتون داده باشه برای گرفتن پذیرش فول فاند. اگر نکته دیگه توی ذهنتون هست که من مطرح نکردم و میتونه به درد دوستانتون بخوره، کامنت کنید تا بقیه افراد بتونن استفاده کنن. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، اگر لایک بزنید به افراد بیشتری پیشنهاد میشه و با این کار از ما حمایت میکنید. و اگر هم خوشتون نیومد از این ویدیو، دلیلتون رو بنویسید توی کامنت ها که ما بتونیم توی ویدیوهای بعدی به قول معروف اون نکات منفی رو حذفش کنیم. و در نهایت هر گونه انتقاد، پیشنهادی، هر نظری، پیشنهادی برای ویدیوهای آینده و هر نقطه نظری دارید اگه توی کامنت ها بنویسید حتما بهش پاسخ داده خواهد شد. بسیار عالی. خب این ویدیو رو اینجا تمامش کنیم. امیدوارم به درتون خورده باشه و تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.